شب کلاه بر سر و با یاد راحل وارد میشویم به برنامه زباله احکام با پای چپ. بله. بسم شیطان الرجیم. سلام علیکم. باز هم با یک برنامه دیگر زباله احکام مزاحم شما هستیم و به خدمت شما رسیدیم و خدمت سوالهای شما. از جمله سوالهای پیامکی که برای ما فرستادن من اولیش رو بخونم براتون. بله، تو این پیامک اینجوری نوشتن از اول: من در این روزهای انتخابات روی در و دیوار و عکس‌های مقام عظما کارهای ناجوری کردم، ولی بعد که نتیجه کارم را دیدم ناراحت و پشیمان شدم، چون بهتر از آن هم میشد تریپ عظما را به هم مالاند. الان احساس پشیمانی میکنم، لطفاً راهنمایی کنید. بله، خب الحمدلله باز این حس در شما هست. بعضی‌ها اونقدر مغرور و متکبرن که سر تا پای مقام عظما را 7 آب میشورن و از بند رخت آویزون میکنن و جلو جسم ناقص ایشون وای میسن، حرف تون میزنن، بی احترامی میکنن، او را اذیت میکنن، بعدم روبروشون ایستادن حاضر نیستن عذرخواهی کنن، پشیمانم نمیشون. که البته این به طلسم شکستگی ایشون مربوطه و هر کسی هم جلوی یه آدم چلنبر مافنگی قرار بگیره خب بله احساس پهلوانی میکنه. باز بیننده نوشتن: بله، کاش خدا آبروی بابام را حفظ کنه، کاش هیچ کس غمی نداشت. که خب معلومه این نامه از کجا اومده؟ بله، از بیت عظما اومده، مهر آقا مجتبی هم پاشه. آخرش هم نوشته که یه رای جلوی این بابای بدبختم بذارید که زیر فشار داره رب و رب بشه یاد میکنه. خلاصه اگه میشه یه موادی هم بهش برسونید که الان چیه؟ بله، خماره. چشم، ما اتفاقا در برنامه‌های گذشته در این خصوص صحبت کردیم. حالا گرچه ما بارها گفتیم برنامه زباله احکام متکفل پاسخگویی مسائل شرعی است، امکاناتی نداره، پولی در اختیار نداره. موادم اگه باشه خب چراغی که به خانه رواست دیگه به عظما حرامه. ما خودمون چیکارش میکنیم؟ بله، واردش میکنیم در رگ مبارک. اما به هر حال با شنیدن اوضاع آقا سیدعلی ما شرمنده شدیم، گاهی هم واقعا ناراحت شدیم. گاهی بعضی نامه ها رو من میخوندم واقعا ناراحت شدم. حالا یه جوابی براشون نوشتیم که یه تسلای خاطری اجمالاً باشه، ولی امیدواریم که از این انتخابات ایشون جان سالم در ببرن و بتونن دوباره خر خودشونو چیکار کنن؟ پالان بکنن و بعدم خب یک سوروساتی را بندازن. بله، خب تماسای تلفنی هم زیاد داشتیم، تو نوبت هستن، بشنویم یکی از اونها رو. الو حاج آقا، من از موتورسواری حاج آقا غالیبافم که خیلی باحال رأی مردم رو تو خیابون نهادینه میکنیم و با چماق مشتی که خود مقام ولایت با آب دهن مبارک خودشون اونو تبرک کردن به خلق الله حال میدیم. چون که ما قرارداد داریم که واسه هر 1000 تا رأی و 5 تا دستگیری یه وجوهاتی از بیت عظما بگیریم و خلاصه مضاربه‌ای کار میکنیم، یعنی ضربن زورا. حالا به نظر شما داستان انتخابات با این کارا حل میشه که یه آب خوش از گلمون پایین بره؟ بله نه، با این روش مشکل حل نمی شود. خب حالا آخر سوالتون اشاره فرمودید که به صورت مضاربه بوده. اگر مضاربه بوده شما باید فعلا به همان ضربنزورا ادامه بدین، ولی توجه داشته باشید که این عظمای بینوا الان 8ش گرو 9شه و ورشکسته به تقصیره. بعیده که بتونه پول قرارداد شما رو بپردازه، ولی بر شماست که توی این اوضاع بریخت نظام پاش بسازید، صبر کنید، مهلت بهش بدید که ادا کند. اما اگر واقعا نمیخواد بپردازه اون بحث دیگری است. اما این نکته رو توجه داشته باشید، باید ببینیم قراردادتون چی بوده و چگونه بوده است. این مسئله مهمیه و اگر واقعا پاسخ سوالتون واضح نشد، عین سوال و وضعیتی که بوده بنویسید به دفتر مرجع تقلیدتون یا تماس بگیرید و بپرسید تا انشاءالله وضعیت مشخص بشود. خب فرصتمان رو به پایان است. سخن پایانی هم از امام جاهل است.
برایمان از اسفل السافلین ایمیل کردند که در گرما و سوزش دوزخ برخی از فرشتگان نگهبان به ایشان گفتند که دیدار با اهل معرفت دلها را آباد می کند. آبادانی فقط مال شهرها و خانه ها و اینها نیست. خانه دل هم گاهی ویران است، گاهی رو به ویرانی است. مثلا الان خانه دل مقام عظما ویران که چه عرض کنم، درب و داغان است. ایشون دلپیچه انتخابات گرفتن و کم مانده که زیر فشار همین داستان قلنج کنن و ریق رحمت را سر بکشن. بله، که البته اینها را در تحریر الوسیله امام راحل ازش به نام جام زهر یاد کرده در صفحه 430. خدا نگهدارتون، دعاگوتون هستیم، التماس دلار داریم و سلام علیکم و بله.